پس از 2 هفته رقابت در فینال لیگ PFL که در شهر نیویورک آمریکا برگزار گردید، رزماوری شناخته تاجیک لایق رجبوف به وطن برگشت. در قطار هواداران و مخلصان اینچنین همکاران ما نیز در فرودگاه بین المللی شهر دوشنبه این پرچم برداری کشور را استقبال گرفتند. فرودگاه بین المللی پایتخت کشور شهر دوشنبه قبای ادانه داشت، چون که لایق رجبوف رزماوری 29 ساله تاجیک پس از هنرنمایی در دور نهایی مسابقه لیگ PFL که صبح 1 январ در شهر نیویورک آمریکا برگزار گردید به وطن برگشت. بیش از 200 هواداران این رشته ورزشگران و نزدیکان و پیوندان به استقبال لایق رجبوف آمدند. لایق در دایره همه تشکیلات ها از نام تاجیکستان و با پرچم کشور عزیزمان هنرنمایی کرده وطن خود را ارزنده معرفی کرده است. امروز در حیات من یکی از روزهای فراموش شدنی است که به خاطر که من زیاده از 4 سال بود که در وطن نبودم و این هم یک روز خرسندی است که من حالا در وطن قرار دارم. البته با این برادرها که ما در اینجا راستیگه من خیلی منتظر نبودم که باز هم یک بار دیگر چه بگویم با یک موتیواسیا میتونه که مردم ما چقدر از ما چی ها انتظارن، چی خیلی ما را دستگیری میکنند. البته این یک روحیه ما را بلند میکنه. البته من از همه برادرایی که اومدن و هستن در دیگر جایی که ما را چیز میکنن دستگیری میکنن مینداری خود رو بیان کردنیم. لایق رجبوف تا این مدت با تخلص پنجه ببر 16 محاربه برگزار نموده، 13 پیروزی، 2 شکست و 1 رقابت را مساوی نموده است. بخشش داد